به نام خدا. سلام، من سعید باصری ام. کتاب انسان در جستجوی معنا رو میخواستم خودم بخونم، گفتم چه بهتر که با صدای بلند خونده بشه. اگر دوستی تمایل داشت که بشنوه، منو همراهی کنه و با هم کتاب رو بخونیم. انسان در جستجوی معنا، دکتر ویکتور فرانکل، ترجمه سرکار خانم نهضت صالحیان و سرکار خانم مهین میلانی. پیشگفتار: دکتر فرانکل، روانپزشک و نویسنده، گاهی از بیماران خود که از اضطراب‌ها و دردهای کوچک و بزرگ رنج می‌بردند و شکوه می‌کردند می‌پرسید چرا خودکشی نمی‌کنید؟ او اغلب می‌توانست از پاسخ بیماران خط اصلی رواندرمانی خیش را بیابد. در زندگی هر کسی چیزی وجود دارد. در زندگی یک نفر عشق وجود دارد که او را به فرزندانش پیوند می‌دهد. در زندگی دیگری استعدادی که بتواند آن را به کار گیرد. در زندگی سومی شاید تنها خاطرات کشداری که ارزش حفظ کردن دارد. یافتن این رشته‌های ظریف در یک زندگی فروپاشیده به شکل انگاره‌ای استوار از معنا و مسئولیت، هدف و موضوع مبارزه طلبی یا لوگوتراپی است. لوگوتراپی به معنای معنا درمانی ذکر شده در پاورقی کتاب، که تعبیر دکتر فرانکل از تحلیل اگزیستانسیالیستی نوین یا همان هستی درمانی است. در این کتاب دکتر فرانکل تجربه ای را توضیح می دهد که به کشف لوگوتراپی منجر شد. وی مدت زیادی در اردوگاه کار اجباری اسیر بود که تنها وجود برهنه‌اش برای او باقی ماند و بس. پدر، مادر، برادر و همسرش یا در اردوگاه‌ها جان سپردند یا به کوره‌های آدمسوزی سپرده شدند. خواهرش تنها بازمانده این خانواده بود که از اردوگاه‌های کار اجباری جان سالم به در برد. او چگونه زندگی را قابل زیستن می‌دانست در حالی که همه اموالش را از دست داده بود، همه ارزش‌هایش نادیده گرفته شده بود، از گرسنگی و سرما و بیرحمی رنج می‌برد و هر لحظه در انتظار مرگ بود. او به راستی چگونه زنده ماند؟ پیام چنین روانکاوی که شخصاً با چنان شرایط خوفناکی مواجه بوده است شنیدن دارد. اگر کسی بتواند به شرایط انسانی ما عاقلانه و از سر دلسوزی بنگرد، این شخص بی تردید دکتر فرانکل است. واژه‌هایی که از قلب دکتر فرانکل برمیخیزد بر دل می نشیند، چون بر تجربه‌های بسیار ژرف استوار است. صادقانه تر و ژرف‌تر از آن است که انسان کوچکترین رنگی از فریب در آن ببیند. پیام‌های او والا و ارزنده است و کارهایش به دلیل موقعیت کنونی او در دانشکده پزشکی دانشگاه وین و به علت آوازه درمانگاه‌های لوگوتراپی که امروزه در بسیاری از سرزمین‌ها با الگوبرداری از پلیکلینیک معروف عصبشناسی او در وین آغاز به کار می‌کند، شهرت جهانی دارد. انسان نمی‌تواند نظریه و شیوه کار دکتر فرانکل را با کار زیگموند فروید مقایسه نکند، زیرا هر دو پزشک ابتدا به طبیعت و درمان روان نژندی‌ها توجه داشتند. فروید ریشه این اختلال‌های پریشان کننده را در اضطرابی می‌یابد که بر اثر انگیزه‌های تعارضی و ناآگاهانه به وجود آمده است، اما فرانکل نوروزها را بر چند نوع تقسیم می‌کند و برخی از آنها را روان نژندی نئوژنتیک و در نتیجه ناتوانی بیمار در پیدا کردن معنا و مسئولیتی در زندگی خیش می‌داند. فروید بر ناکامی در زندگی جنسی تأکید دارد، اما فرانکل بر ناکامی در معنا طلبی. امروزه در اروپا روانشناسان و روانپزشکان آشکارا از فروید روی برگردانده و به هستی درمانی رو آوردند که مکتب لوگوتراپی یکی از آنهاست. یکی از ویژگی‌های دیدگاه‌های فرانکل این است که هرگز فروید را رد نمی‌کند، بلکه روش خود را بر آنچه او انجام داده است بنا می‌نهد. او حتی با سایر شکل‌های هستی درمانی نیز سر ستیز ندارد، بلکه به آنها خوش آمد می‌گوید و از در خویشی در می‌آید. داستان این کتاب گرچه کوتاه است، بسیار هنرمندانه و گیراست.
من 2 بار در یک نشست آن را از ابتدا تا انتها خواندم. افسون آن چنان مرا گرفت که یارای رها کردنش را نداشتم. دکتر فرانکل در جایی از داستان فلسفه لوگوتراپی خود را به خواننده می‌شناساند و آن را چنان ملایم به داستان پیوند می‌دهد که خواننده تنها پس از به پایان رساندن کتاب به ژرفای نوشته او پی می‌برد و می‌بیند که دیگر این بخش از کتاب دنباله داستان وحشتناک اردوگاه‌های کار اجباری نیست. خواننده از همین زندگی نامه دردناک بسیار چیزها می‌آموزد و فرا می‌گیرد که وقتی انسان به ناگهان احساس کند که چیزی برای از دست دادن به جز بدن برهنه مسخره اش ندارد چه می‌کند. با توصیفی که فرانکل از آمیخته هیجان و بی احساسی به ما می‌دهد، روح انسان تسخیر می‌شود و نخستین چیزی که به نجات انسان می‌آید کنجکاوی سرد جدامانده است که او را متوجه سرنوشت خود می‌کند. پس از آن به کار بستن شگردهایی برای حفظ باقی مانده زندگی، با اینکه شانس زنده ماندن بسیار ناچیز است. گرسنگی، تحقیر، ترس و خشم عمیق ناشی از بی‌عدالتی را حالهایی از افراد محبوب و مورد علاقه، مذهب، شوخ طبعی و حتی زیبایی‌های آرامش بخش طبیعت مانند یک درخت یا غروب آفتاب قابل تحمل می‌کند. گمان مبرید که این لحظات آرامش بخش میل به ادامه زندگی را در زندانی برمی‌انگیزد. آنها در صورتی مفید خواهند بود که بتوانند زندانی را یاری دهند تا معنایی برای رنج بیهوده خود بیابد. و در اینجاست که ما با هسته مرکزی اگزیستانسیالیسم مواجه می‌شویم که اگر زندگی رنج بردن است، پس برای زنده ماندن باید ناگزیر معنایی در رنج بردن یافت. اگر اصلا زندگی خود هدفی داشته باشد، رنج و مرگ نیز معنا خواهد یافت. اما هیچ کس نمیتواند این معنا را برای دیگری بیابد. هر کس باید معنای زندگیش را خود جستجو کند و مسئولیت آن را نیز پذیرا باشد. اگر موفق شود، با وجود همه تحقیرها به زندگی ادامه میدهد. فرانکل که به نیچه علاقه‌مند است، به این گفته‌اش نیز ایمان دارد که کسی که چرایی زندگی را یافته با هر چگونه‌ای نیز خواهد ساخت. در اردوگاه اجباری هر حادثه‌ای موجب می شود که زندانی کنترل خود را از دست بدهد. تمام هدفهای عادی زندگی از او گرفته می شود. تنها چیزی که برایش باقی می ماند واپسین آزادی‌های بشری است. آزادی در انتخاب شیوه اندیشیدن و برخورد با یک سری حادثه. این آزادی نهایی که هم توسط رواقیون شناخته شده است و هم هستیگرایان نوین، در داستان فرانکل از اهمیت خاصی برخوردار است. زندانیان انسان‌های معمولی بودند، اما دست کم شماری از آنان ثابت کردند که ارزش رنج‌هایشان را دارند و با این کار شایستگی بشر را در برخاستن علیه سرنوشت خود به ثبوت رساندند. البته نویسنده این کتاب به عنوان روان درمانگر می‌خواهد پی ببرد که چگونه می‌توان به انسان کمک کرد تا به این شایستگی برجسته بشری دست یابد. چگونه می‌توان در بیمار این حس را برانگیخت که بنا به دلیلی مسئول زندگی است، حتی اگر در بدترین شرایط قرار گرفته باشد. فرانکل نمونه‌ای تکان دهنده از یک جلسه گروه درمانی را که با زندانیان دیگر داشت ارائه می‌دهد. دکتر فرانکل به درخواست ناشر خود بخشی مختصر ولی آشکار و گویا از اصول اساسی لوگوتراپی و همچنین فهرست کتب مربوط با آن را نیز به این زندگی نامه افزوده است. گرچه درباره 2 مکتب دیگر وین یعنی فروید و آدلر نوشته‌های بسیاری به زبان انگلیسی موجود است. بیشتر کتاب‌های مکتب 3 وین در رشته روان درمانگری یا لوگوتراپی به طور عمده به زبان آلمانی چاپ شده است. از این رو جا دارد خوانندگان از دکتر فرانکل که این کتاب را به زبان انگلیسی نگاشته است سپاسگزار باشند. فرانکل برخلاف بسیاری از هستیگرایان اروپایی نه بدبین است و نه ضد مذهب، بلکه برعکس
نویسنده‌ای که خود شاهد همه رنج‌ها و نیروهای شیطانی شکنجه بود، به خوبی به توانایی بشر در غلبه بر شرایط موجود و کشف حقیقتی روشنگرانه و بسنده آگاهی دارد. خواندن این کتاب را که واژه‌هایش چون گوهر می درخشد و بر ژرف‌ترین مشکلات بشر می تابد، از همگان خواستارم، زیرا کتابی است دارای ارزش ادبی و فلسفی و پیشگفتاری پر جذبه بر ارزنده ترین جنبش روانشناسی روزگار ما. ممنونم که همراه هم بودین.